بریم پرده آخر. سلمان دست امیرالمومنین رو گرفت آورد تو مسجد. پیامبر آب دهان به ظرف آبی ریختن، اون آب رو به چش و صورت و بدن امیرالمومنین پاشیدن که امیرالمومنین قسم میخوره من چنان حالم خوب شد که بعد از او نه در تابستان احتیاج به پنکه داشتم و باد بزن، نه در زمستان احتیاج به لباس گرم داشتم. همون آبی که با آب دهان پیغمبر مخلوط شده بود به صورت اتومات دمای بدنمون در 4 فصل تنظیم میکرد، متناسب با هوای بیرون. هی شب و روزگار خوش.